قبل از اینکه ما این خونه رو بازسازی کنیم وضعیت آشپزخونه‌اش این شکلی بود. یه آشپزخونه باریک با طراحی بسیار ناکارآمد و غیر اصولی. همونطور که می‌بینین گاز بغل سینک در نظر گرفته شده بود و این انتهای کنار دیوار جای یخچال بود. اولین مشکل این طراحی اینه که مثلث کار سینک، گاز و یخچال به درستی رعایت نشده بود. دومین مشکل این بود که صفحه کار کنار گاز در دسترس نبود و مشکل بعدی هم این که به خاطر جانمایی اشتباه یخچال کنار دیوار درب یخچال کامل باز نمی‌شد. خب حالا ما اومدیم بعد از بازسازی چیکار کردیم؟ در قدم اول اومدیم یه باکس تو فضا طراحی کردیم. این باکس آشپزخونه رو از حالت کاملا بسته حالت نیمه بسته در آورد. از طرف این باکس از یک سمت با سالن کار میکنه که خدمات بار و پذیرایی رو میده، از یک سمت هم با آشپزخونه کار میکنه. با طراحی این باکس اون پشت یه مطبخ مدرن طراحی شد که علاوه بر حفظ محرمیت آشپزخونه با سالن هم به خوبی کار میکنه و خدمات میده. روبروی گاز هم همینطور که من ساده در نشون میدن زون خیس آشپزخونه رو در نظر گرفتیم و سینک و ماشین ظرفشویی و لاندری رو تو اینجا داره طراحی کردیم و یکی از اصلی ترین مشکلات این آشپزخونه که کمبود کمد و کابینت بود رو حل کردیم و یه پنتری جذاب و مدرن هم برای کارفرمای عزیزمون طراحی کردیم. و اصلی ترین قسمت آشپزخونه یعنی یخچال و فریزر رو تو عکس این فضا در نظر گرفتیم که حالا مثلث کار گاز، سینک و یخچال به خوبی با همدیگه کار میکنن و کلی فضای خدماتی دیگه مثل فضای صبحانه خوری، لاندری و پنتری هم تونستیم با این طراحی برای کارفرما